خاور خبرگزاری رسمی حکومت تاجیکستان روز 21 مارت در یک اقدام غیر چشمداشت و کم سابقه از تصمیم مقامات روسیه که به دانشجویان تاجیک اجازه بازگشت به دانشگاه‌های روسیه را نداد به شدت تنقید کرد. وزارت معلومات عالی و علم روسیه روز 20 مارت وضع اپیدمیولوژیشان مساعد را که شهروندانش می توانند برای تحصیل به مکتب‌های عالی روسیه برگردند نشر کرد. در این رویخط آذربایجان، ارمنستان، بلاروس، ویتنام، یونان، مصر، هندوستان، قزاقستان، قطر، قرقیزستان، کوبا، امارات متحده عرب، جزیره سیشل، سربیا، سنگاپور، تانزانیا، ترکیه، فنلاندیا، شویتزاریا، اتیوپیا، کره جنوبی، اسیای جنوبی و ژاپن را در بر میگیرد، ولی تاجیکستان به این رویخط راه نیافت و طبعا دانشجویان تاجیک که چند ماه پیش با طلب بازگشت به مکان تحصیلشان در نزد وزارت خارجه تاجیکستان تجمع هم کرده بودند نمیتوانند به مکتب‌های عالی روسیه برگردند. این تصمیم را خاور به باد انتقاد کشیده در مطلب تحت عنوان لقمه چه مانع می شود که دانشجویان تاجیکستان برای ادامه تحصیل روزانه به روسیه برگردند. از جمله نوشته است روی خط اگر ملایم کرده گویم نافهم است، به اون خاطر که طبق معلومات کمیته امور اتحاد دولت‌های مستقل که چند پیش نشر شد، محض از نگاه سالمی وضع اپیدمیولوژی تاجیکستان در بین کشورهای اتحاد در جای اول قرار گرفته است. در جای دوم ازبکستان جایگیر شده است، اما هر دو کشور برای خط وزارت معلومات عالی و علم روسیه داخل کرده نشدند، اما برای خط کشورهای شامل شدند که در آنها وضع کرونا ویروس با وجود محدودیت‌های شدید و آغاز امکانی تشویش آور است. بنا به آمار رسمی از اول سال در تاجیکستان یگان حالت نو گرفتاری به کرونا ویروس ثبت نشده است. منابع آگاه میگویند یک هدف اصلی به صفر رسانیدن آمار رسمی کرونا ویروس این است که حکومت تاجیکستان میخواهد مرز روسیه را برای شهروندانش به خصوص برای مهاجران و همچنین برای دانشجویان زودتر گشوده شود. یک هیئت از پژوهشگاه میکروب مربوط به اداره روسپاتربنادزور روسیه هفته پیش برای آموزش وضع اپیدمیولوژی تاجیکستان به دوشنبه آمده بود، ولی تصمیم وزارت معلومات عالی و علم روسیه که باز هم دانشجویان تاجیک را اجازه بازگشت نداد نشان میدهد که در مسکو به ادعاهای مقامات تاجیکستان درباره به صفر رسیدن سطح پنجشنبه کرونا ویروس با نظر شبهه نگاه میکنند.